سپند البته نمونه‌های خارجی کم نداشت. آقای فخریزاده کاری کرده در دنیا تک و توک کشورهای ابرقدرت مثل آمریکا، روسیه و چین این کار رو کردن. اول از همه آمریکا یا روسیه این کار رو کرد. ببینید ما واحدی داریم در پنتاگون که میره جدیدترین علوم و تکنولوژی تازه در حال شکل گیری رو از گوشه گوشه آمریکا یا جهان میاره. یعنی یا میخره از کسی که این تکنولوژی رو به وجود آورده، به اصطلاح رو لبه دانش راه میره، چیزی که تازه داره درست میشه، و اگر نتونه بخره خود اون طرف رو میاره با حقوق خیلی خوب، یا میدزده، بالاخره اون دانش و علم و فناوری رو صاحب میشه که دست دشمنان نیفته، دست خودش بیفته که بتونه ابرقدرتیشو حفظ کنه. همین مدل کار در ارتش‌های روسیه و چین هم هست. سال 1958 دایره پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی یا به اختصار دارپا زیر نظر پنتاگون تأسیس شد. اون زمان شوروی کاوشگر اسپاتنیک رو به فضا فرستاده بود و مردم آمریکا از این بابت احساس خوبی نداشتن. رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی وایت آیزنهاور پیشرفت شوروی رو قبول نکرد. اون سریعا دستور داد تا دارپا تأسیس شه، بلکه آمریکا باز هم بتونه سردمدار علم و تکنولوژی تو جهان باشه. ساختمان اصلی دارپا تو ویرجینیای آمریکاست و بیشتر از 220 تا کارمند داره. این کارمندها به 6 دسته مختلف تقسیم شدن تا هر کدوم روی موضوعات مختلف تحقیق کنن. بودجه فعلی دارپا 3.4 میلیارد دلار طی یک ساله که باعث میشه دستشون برای انجام دادن بزرگترین آزمایش هم کاملا باز باشه. افرادی که توی دارپا استخدام میشن تو حوزه خودشون نابغه‌ن و میتونن طرحهایی رو ارائه کنن که دنیا رو تغییر میده. بسیاری از تکنولوژی که امروز در دنیا میبینید اینا از تو دارپا اومده بیرون. سپند امریکایی‌ها جا سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی، سپند مخفف این. خب دارپا هم همینه. اگر شما چه میدونم فلان لباس اومد بیرون، فلان جی پی اس اومد بیرون، نمیدونم همین گوشی‌های موبایل اومد بیرون، نمیدونم نرم افزارهای چتی که اومد، مثلا اول مال خلبان آمریکایی بوده که با هم صحبت بکنن. اصلا اینا میره بعضن 20 سال میگذره بعدش تجاری میشه. خب سپند ما داشت کار دارپا رو انجام میداد. اما سپند فخریزاده حتما باید تفاوت‌های بنیادین با سازمان‌های بین رشته‌ای کشورهای دیگر داشته باشد. نتایج به باور شاهدان میدانی و حتی بیرون مجموعه حیرت‌آور و غیر قابل تصور بود، با اینکه هنوز هم درصد بسیار کمی از آن قابل بازگویی است. سالشگر باقری هم توی اون مراسم 40 بهش اشاره کردند. 90% فعالیت‌های این شهید دارای طبقه بندیه. در مورد ریزپرنده ها خب دشمن داشت خیلی کار میکرد. حالا پهپاد یه بحثه و ریزپرنده بحث دیگه است. اون مثلا پدیده های سوار یا مثلا پدیده های ریزپرنده، خب تهدیداتی که ممکنه تو خیلی از نقاط کشور انجام بشه از فاصله های نزدیک توسط ایادی دشمن برای نقاط حساس کشور ما، برای نقاط راهبردی کشور ما چجوری باید با این موضوع مقابله کنیم. این تهدید شناسایی شد. بعد براش فرایند مقابله رفت سراغ انواع فناوری ها، هم الکترومغناطیس، هم لیزر، هم آکوستیک و بحث اپتیک، ابزارهای مختلفی که هم برای شناسایی و هم برای مقابله. یه سری از ابزارها برای شناسایی این ریزپرنده ها چون از فلز نیستن، رادار تشخیص نمیده، ارتفاع پایینه و مثلا سرعت کمه و تشخیصش فوق العاده مشکله، ضمن که خطرش فوق العاده زیاده. خب بتونیم با ابزارهای مختلف به صورت تقاطعی اینا رو بتونیم شناسایی بکنیم که این کار به خوبی انجام شد، یعنی واقعا قابل تقدیر بود. ایشون بنیانگذار انجمن آکوستیک ایران بودن. در دنیا موضوع آکوستیک خیلی موضوع مهمی بوده ولی در ایران موضوع آکوستیک بهش پرداخته نمی شده و ایشون بنیانگذار انجمن آکوستیک ایران میشن. آکوستیک در واقع میشه صوتیات، صوت و فروصوت و فراسوت و لرزه.
که خب توی این حوزه، توی در واقع این گروه آکوستیک کارهای خیلی بزرگی اتفاق میفته که یکی از اون کارها که در دنیا هم خیلی صدا کرد این موضوع، برهم زدن معاهده این دکل‌های به قولی CTBT بود. یک گروه رو تشکیل دادن تحت عنوان مثل گروه پلاسما که روی این موضوع با توجه به اینکه ما رو بحث هسته‌ای خب کار زیادی کرده بودیم، خب میشد از مثلا خروجی اون دستاوردهای دیگه رو هم گرفت، مثلا پرتو درمانی یا پرتو نگاری یا پرتو دهی و همچنین بحث پلاسما که بعد در واقع ترکیبی میان جامد و گاز هست. کاربرد این برای بسیاری از درمان‌ها از جمله درمان‌های سرطانی. البته میگم ما واقعا خروجی محصولات ما و خروجی فناوری‌های ما قطعا دوگانه است. یعنی یگانش اینه که میتونه مقابله با تهدید باشه و یه طرف دیگهش میتونه دستاوردهای مردمی و مثلا سلامت و دارویی اینا باشه که پلاسما یکی از اونهاست. بحث تولید فیوزهای انفجاریه. موشک‌های ما و همه این سیستم‌های موشکی به بنبست خورده بود. فیوزهای انفجاری اینها یا عمل نمی‌کرد یا بی‌موقع عمل می‌کرد. موشک در حال حمل فیوز انفجاری عمل می‌کرد. موشک روی سکو بود، فیوز انفجاری عمل می‌کرد. موشک اصابت می‌کرد، فیوز انفجاری عمل نمی‌کرد. تولید فیوز انفجاری بسیار دقیق، هوشمند و بدون خطا کار همین در واقع جریانات بود، کار همین پروژه بود که برای اولین بار در کشور این بحران رو در واقع حل کرد. عرض کردم اینا دیگه حالا به قول خارجان میگن بای پروداکته، یعنی وقتی به یک فناوری ما میرسیم میتونیم از توش یه سری محصولاتی رو استخراج بکنیم. از جمله بحث دستگاه ایکس ری کامیونی هست و حتی نفر و حتی چمدانی و حتی خودرویی سبک که خب کار خوبی که بسیار انجام شده. ما هم میتونیم به صورت رنگی تصویر برداری کنیم، هم با رزولوشن بالا و هم با کیفیت و دقت فوق العاده و نواخت بالا که خب الحمدلله ما در چند تا از گمرکات کشور اینا رو نصب کردیم. بحث آشکارسازها و اینها، حالا مثلا دوستانی که توی این حوزه ها کار میکنن برند IAP رو میشناسن. برند IAP در واقع یه دستگاهیه که تو همین حوزه تولید شده و تقریبا تمام دانشگاه ها ازش استفاده میکنن، سازمان انرژی اتمی ازش استفاده میکنه و اون تولید سپنده. برند IAP دستگاهیه که اون تولید سپنده و روی کارهای صادراتیش هم کار کرده بودن. حتی به آژانس بین‌المللی هم گفته بودن آقا سپند این در واقع چیزا رو داره تولید میکنه، اگه تو بخوای میتونه به تو هم بده. ایشون رسیده بود به یه سری فناوری هایی که واقعا باید برای کشور پیاده سازی میشد و از جنس اقتدار و غرور و افتخار ملی بود. مثلا فرض کنید که فناوری زیستی، فناوری شیمیایی، الکترومغناطیس، پرتویی، اقلیم، کوانتوم، هسته‌ای و ده‌ها فناوری برتر دیگه. اینا همه فناوریایی بود که هم شناسایی میشد، هم فاصله ما با دنیا ارزیابی میشد، هم به واسطه اون ایشون تیمای علمی تشکیل میداد از همین جوونا، از همین شبکه علمی دانشجویان و با گشاده رویی و مهربونی اینا رو همه رو به خط میکرد و واقعا نگاه بلند ایشون بود و ضمناً بسترسازی که ایشون کرده بود از قبل که نمیشد که مثلا یه شب وارد این عرصه بشیم. ایشون آزمایشگاه‌های مختلف رو داشت، نیروی انسانی مختلف رو داشت، تجربه لازم رو داشت. پس از جنگ برای دفاع در مقابل حملات زیستی دشمن خب کار زیادی کرده بود. 30 سال بعد از جنگ ایشون حدود 8-9 تا واکسن مختلف پدافندی رو در مقابل خطرات زیستی احتمالی همه رو به دست آورده بود، اما تو اسکیل آزمایشگاهی. بنابراین یک بستر خیلی مناسبی فراهم بود. با اومدن کرونا ایشون پیش دستانه وارد این موضوع شد و جهادگونه، یعنی 3 شیفت با یه جمعیت چند صد نفره تلاش کرد. به جز عاشورا همه روز تلاش کردن. مدیرای اونجا بعضا 2 هفته یه بار خونه نمی رفتن و هستن، الان هم هستن 2 هفته یه بار.